داستان شیر در تعزیه‌ها به چند جور وارد شده. یک روایتی هست که میگن شیری به فرمان فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها میاد کنار بدن امام حسین تا از بدن امام حسین محافظت کنه و مانع تاخت اسبان دشمن بشه، که این رد شده و قابل قبول نیست. چرا؟ چون اسبان میان و بر پیکر مطهر ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه تاخت و تاز میکنن. تو برخی از منابع اومدن ذکر کردن، گفتن بعد از عاشورا هر شب یه شیری به قتلگاه می اومد و صورتشو بر بدن امام حسین میگذاشت و گریه میکرد. یه داستان دیگه اومدن وارد کردن، گفتن سلطان قیس شکارچی هندی گرفتار شیری میشه و بعد میاد به ابی عبدالله الحسین متوسل میشه و شیر به سمت امام میاد و اشک میریزه. در تعزیه خونیه ها همونطور که پیداست معمول نمایش هایی از این دست در مورد شیرها وجود داره که میاد و گریه میکنه و حتی کنار بدن امام حسین میاد. تمام این روایت ها از منابع غیر معتبر وارد شده. تو منابع اصلی و معتبر تاریخی مثل لحوف، مثل ارشاد، مثل نفس المحمود، تاریخ طبری، چنین چیزی اصلا وارد نشده.